با فرو رسیدن فصل بهار در کشور ما مردم با یک روند و عنعنه قدیمی خود پرورش کیرمک رو می‌آورند. این هنر که ریشه‌های عمیق در تاریخ و فرهنگ مردمی دارد، امروز با یکی از وسیله‌های مهم درآمد و رشد اقتصادی دهات تبدیل یافته است. در ناحیه کشونیان، دهه خورمدشت عائله زحمتکش رسول‌وفا نمونه بهترین کیرمک پروری زمان می‌باشند. آنها طول 2 سال اخیر با شوق و ذوق در منزل خود کیرمک می‌پرورند. همین خوجگیدارو مصلحت کردیم در بین 2 سال 3 سال یک بار نوبت میآید، به نوبت کیرمک میگیریم. همین خیلی یاردم میکنیم خیلی دولت ده اکوزی نچین دسته از 2 قطعه 57 کیلو باید ما به دولت بسپریم. روند پرورش کیرمک از مرحله‌های دقیق و پرورش حساس عبارت است. کیرمک‌ها خواب اول، دوم، سوم و چهارم را پس سر می‌کنند. با هر خواب آنها بیشتر خوراک طلب می‌کنند و نگاهبانی بیشتر می‌خواهند. مهلت عمومی پرورش 30 تا 40 روز است که در صورت سیر بودن کیرمک‌ها تریده شدن پیله می‌تواند در 30-35 روز انجام یابد. خوراکی اساسی استعمال میکردگیش برگی توتی توزه همین توت زنیده خیلی یاردم در کار خیلی شگرونی فرزندو برگی توت زدن آوردن یاردم کردن شگرونی نه گفتید پا همسایه ها همش یاردم کردن نه بر یاردم همسایه ها فرزندو هممون اینه به همین روز رسیدیم خیلی رسید. پیله پروری تنها با مهنت 1 یا 2 نفر انجام نمی‌یابد. این یک کاری دستجمعانه است. در خانه‌های کیرمک پرور تمام اعضای خانواده از کودک تا پیران سهم می‌گذارند. همسایه‌ها همدیگر را یاری می‌دهند. شوهین تو چی کار می‌کنی؟ با چی کار مشغول هستی همین روزها؟ با کار همین کیرمک تو پیله تازه کنی. خب همین سحر از چی شروع می‌شود؟ از ساعت 6 می‌خیزم به درس میروم، درس را میخونم، میروم به کارهای مادرم بیبیم و یاری میرسونم. خب انمون وظیفه تو چی است برای یاری رسوندن؟ وظیفه من این است که همین را تازه میکنم، کیرمک از سگ کتکا میچینم. برای که تو خورد هستی در اونجا میگنجی؟ بله. مکتب رو با بابای چند میخونی؟ 5. بهتره. سحرا بر وقت میخزم به درس میروم میایم ابتی جا میایم کدی یاردم میکنم پیله تو زمینم کچون. پیله تو زمینم. تو از آن کیرمک‌ها نمیترسی؟ نه. برای چی؟ برای چی که هیچ نمیگه. خوب. چند سال است به این کار مشغول هستی شما؟ 2 سال شده. یا پیله میخرن کلانشون میکنم پیله میشوه با من میام با کچون یاردم میکنم. سحر یا درس میرم ابتیا میام کچون یاردم میکنم. بهتره. تو کار کردی پیله رو علاقه میدونی؟ بله. بینیم خوب. برای دهقان خوب میشه دگم شعر میگفتید؟ بله میدونم. هر روز سحرگاهان صحرا بیره و دهقان مهنت بکند چندان با غیرتی به پایان تا اینکه زمین نعمت بیتر به تو بمینت. بهتره. امروز کیرمک پروری نه تنها یک عنعنه بلکه سمت مهم اقتصادی دهات و منبع درآمد استوار برای خانواده میباشد. با گفته متخصصان طلبات به پیله در بازار داخلی و خارجی روز تا روز افزایش می‌یابد. کیرمک پروری امروز میتواند با دستگیری دولتی، بهترسازی اینفراستراکچور، تامین شرایط تکنیکی و تشکیل بازار به یک ساحه کلان و پرثمر اگرو اقتصادی تبدیل یابد. آن نه تنها منبع درآمد بلکه عامل مهم احیای هنرهای سنتی تاجیکان نیز محسوب می‌یابد. رمضان میرزامیدین، ناحیه کشونیان، روزنامه ختلان.